بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. السلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، من ابو حر از اهواز هستم. ابو حر، بفرمایید برادر عزیز و بزرگوار. آقای انصاری، خودتون رو خسته نکنید با این روافضی ها مثل غزلینی و غیره. وقتی دارید حرف میزنید انگار داری سوریات و تو گوش خر میخونید برای اینا. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. اینا فقط بلدن کف بگن از این حرفا. اینا دین حالیشون میشه، اسلام حالیشون میشه. ابو حر، بلدن دروغ بگن. ابو حر برادر عزیز و گرامی، شما که تجربه شیعه‌گری هم داشتید و الحمدلله موحد شدید، فرق زندگی و سعادتمندیتون رو قبل از هدایت و بعد از هدایت میتونید برای ما منعکس بکنید؟ خیلی کوتاه. قبلا که تو دین روافض بودم، فقط بقول یارو گفتنی چطور بهتون بگم، فقط دروغ بود. نمیدونستیم سعادت، نمیدونستیم نمازمون رو چطور بخونیم، بعد دنیا و آخرتمون رو نمیدونستیم چطور بیان کنیم. فقط میگفتن بگو یا حسین یا علی، انگار ما فکر میکردیم ها امام حسین و امام علی و غیره بمون برکت میدن، سعادت میدن. بله. ابو حر برادر عزیز و گرامی، ابو حر اگر که عربی میتونید راحت تر صحبت بکنید عربی صحبت بکنید. من احساس میکنم که فارسی کمی مشکله براتون. بفرمایید. اشكرك آقای انصاری. آقای انصار، قبل كنا نحكي ونقول يا علي بحساب نقول ها كانوا يقولوا لنا العلي هذول ملاله، يقولوا لنا العلي يعطيكم حاجاتكم هو وابو عبد الله. ما ندري كنا احنا نمشي بالكذب وهاي قلت العجم بالقمره هاي. الله اكبر. كنا حاطين الظلمه. الله اكبر. ما شفنا برامجكم التوحيديات وتوفهمنا احنا وين كنا. الله اكبر، الله اكبر. اسال الله لك التوفيق في الدنيا والاخره اخي ابو حر. اشكرك يا اخي انصاري على برامجكم هاي التوحيديات. واقعا هنا بالاهواز وايد توحدوا، وايد شافوا الحقيقه. الحمد لله، الحمد لله. اشكرك يا اخي انصاري. بارك الله فيك، حفظك الله، جزاك الله خير. الله التوفيق. تحيه لك ولشعب الاهوازي، بارك الله فيك. اشكرك. بارك الله فيك، في امان الله. في امان الله في امان الله. انصاري. في امان الله.